هر کس شب قدر از روی ایمان و به خاطر به دست آوردن اجر و پاداش و رضایت الله متعال زنده نگه می‌داره، الله متعال تمام گناهانش مورد مغفرت قرار میده. این بشارت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما داده است. در قرآن الله متعال میگه شب قدر بهتر از عبادت 1000 ماه است. اگر شما این حساب کنین، یعنی بدین معنا کس که در شب قدر در میافه گویا که 84 یا 85 سال عبادت کرده است. عبادت در شب قدر دو مفهوم داره. یک مفهوم خاص، یک سری از اعمال مثل تسبیح، بالاخره ذکر، نماز، و یکی عبادت در شب قدر به مفهوم عام است. یعنی هر قلب غمگین و یاززده را شاد کردن در جمع عبادت محسوب میشه. مشکلات از نیازمند را مرفوع کردن در عبادت محسوب میشه. صدقات تا نمیتونین شما که ما به عنوان یک پل ارتباطی میان شما و خانواده ها هستیم، از طریق ما که در اوج امانت داریم رسالت انجام میتیم و دست این خانواده ها بسپارین تا الله متعال اجر و پاداش شب قدر بر شما نوشته کنه و سبب بخشش گناهان گذشته شما شود. فراموش نکنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که هر کس مشکل از مشکلات بندگان الله را حل بفرمایه، الله مشکلات دنیوی و مخصوصا مشکلات اخروی از این مورد حل قرار میده و این مورد بخشش قرار میده. و چی بهتر که ما در این شب‌های طلایی که شب قدر است مشکلات عزیزا و خانواده ها را حل بفرماییم. ممکن پول ناچیزه به خانواده کمک کنیم، اما این پول به فرداش چند برابر شده الله متعال بر ما پس بده. این شب‌ها را دوباره پس پیدا کرده نمیتونین. روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین. شماره تماس در خدمت شما است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.